ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 32. گذشته از این، بزرگی عقل و دانش، اراده متین، اعتقاد قوی و صداقت فطری امام اعظم امروز برای ما تمثالی برجسته سیمای معنوی و مذهبی خلق تاجیک است که در مشکل ترین دوره تاریخ اسلام توانست بزرگی و ماهیت دین اسلام را درک نموده در پایداری و پشتیبانی فرهنگ ملی و زبان مادری متانت و جسارت بی‌نظیر نشان دهد. در شرایط امروزه که بعضی نقاط عالم اسلام را موج خشونت و مناقشه، فزونخواهی و تندگرایی فرا گرفته است، دانستن و رعایت کردن تعلیمات ابو حنیفه برای پیروان این مذهب به خصوص جوانان بیشتر احساس می شود. امام اعظم را واقعاً می توان پایه‌گذاری برطرف سازی نزاعی میان امت اسلام و اهل بشر نامید، زیرا او مذهب فقهی را بنیاد گذاشت که رفع نزاع تمدن‌ها را در چهارچوبه شرعی و آیین و سنت‌های نیک فرهنگ عمومی اسلامی آسان گردانید. به درگاه خدای متعال روح مجلای محمد مصطفی جمیع انبیا و اولیا، خصوصاً به روح پرفتوح امام اعظم، صوفی کوفی، عالمان و صاحب نظران و همه گذشتگان همین منزل و مکان دعا می گوییم که اهل بشر را در امن و آسودگی نگاه دارند و مردم شریف مملکت ما نیز در قطار آنها صاحب روزگاری آباد باشند و برای پیشرفت و آبادی جهان سعی و تلاش نمایند. همچنین آرزومندیم که خداوند عالمیان بنی بشر را همیشه در پناه عصمت خود نگاه دارد. چهارم، ماهیت تحمل پذیری مذهب امام اعظم. بعد نائل شدن به استقلالیت دولتی، روابط خلق تاجیک با جامعه جهانی و همکاری‌های بین المللی با ممالک گوناگون عالم مجرای کلاً تازه پیدا کرده، اندیشه ملی تاجیکان در زمینه اصالت تاریخی، ارزش‌های معنوی و میراث فرهنگی رشد فراگیر یافت. در این راستا گفتگوی تمدن‌ها به یکی از مسئله‌های مبرم جهان امروزه تبدیل یافته، راه و روش سالم آن برای به هم آمدن فرهنگ و تمدن‌های گوناگون و خودشناسی دینی خلقها از جمله خلق تاجیک زمینه مساعد می گردد. تاریخ فرهنگ تاجیکان که یکی از قدیمترین خلقهای آسیای مرکزی و وارثان تمدن کهن بنیاد و غناوتمند می باشند، از سرچشمه دو تمدن بزرگ جهانی، تمدن آریایی و تمدن اسلامی شاداب گردیده است. سرزمین نیاگان ما هنوز از آغاز تمدن دولتداری یکی از مرکزهای معنویت
محوری واقعی فرهنگ اصیل و پیشرفته و ارزش‌های زندگی ساز بوده در امر پذیرفتن ارزش‌های نیک تمدن‌های دیگری جهانی از جمله تمدن اسلامی با تحولات رنگین روبرو شده است. دین مبین اسلام تدریجاً با تمدن نیاگان ما سازگار آمده، من بعد نظام معنوی، اجتماعی و فرهنگی اجداد ما را خیلی تحکیم بخشید و گسترده ساخت. در این روند اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را در داخل امت اسلامی مطرح کرده است، امام اعظم بود. او مذهب فقهی را پایه‌گذاری کرد که رفع نزاع تمدن‌ها را در چهارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید. محض اصل تحمل پذیری مذهب حنفی در مسئله گوناگون شکلی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها خلق‌های زیاد را در محور ارزش‌های اسلام نگاه داشته، در برابر این توانست که قلمرو نفوذ آن را وسیع گرداند. چنانکه از سرچشمه‌های تاریخی برمی آید، اساسگزار مذهب عقلی فقهی در اسلام امام ابو حنیفه برای عقیده‌های دارای خصوصیت‌های نو و تحمل پذیر خود در ابتدا به مقاومت عده از علما و حاکمان دور دچار شده بود. با وجود این فقه او با یک سرعت خیلی نظررس رواج یافته، باعث پهنشوی و نفوذ پیدا کردن اسلام در جهان گشت. مردم خراسان و ماوراء النهر و کشورهای چون هندوستان و ترکیه به مذهب امام اعظم توجه خاصه ظاهر می کردند که این خود نشانه بهترین سازگاری تعلیمات او با نیازهای مردم این سرزمین ها می باشد. معلوم است که دایر به پهنشوی اسلام در این کشورها، خصوصا در سرزمین ماوراء النهر، اندیشه ها گوناگون بوده. در این مسئله عامل‌های تحمیلی و اجباری، هوسمندگردانی، اینچنین اختیاراً قبول کردن اسلام نیز وجود دارند. لیکن مذهب حنفی نه با امر و زوری بلکه اختیاراً بنابر مطابقت کامل خیش به طلبات معنوی و آیین‌های فرهنگی مردم آسیای مرکزی گسترش یافت. مذهب حنفی که صلح و ثبات، امنیت جامعه و رفاه و آسایش مردم همچون رکن‌های اساسی آن دانسته شده اند، در طول تاریخ در حیات معنوی خلق‌های آسیای مرکزی مخصوصاً تاجیکان نقش بی‌نظیر دارد. فتوای شرعی امام اعظم دایر به استفاده زبان تاجیکی دری هنگام گزاریدن نماز و به جا آوردن دعا و فاتحه، اینچنین به این زبان ترجمه و تفسیر کردن قرآن کریم مقام و منزلت زبان ما را در قلمرو خلافت خیلی تحکیم بخشید و برای زبان دوم تمدن اسلامی شدن آن راهی وسیع گشاد. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاویدانه ابرمردان ملی خود را قطب نمای روزگار خیش قرار دهند. خدمت امام اعظم در حفظ زبان تاجیکی، تحکیم موقع و گسترش آن بزرگ است، زیرا زبان یکی از نشانه‌های اساسی تشکل ملت می باشد. اگر جهد و تلاش‌های این فرزند دانشمند خلق تاجیک نمی بود،
در ابتدای پهنشوی اسلام دایره زبان تاجیکی می توانست خیلی محدود گردد. دیگر اینکه محض به شرافت این شخصیت بزرگ زمینه حقوقی رشد زبان و فرهنگ تاجیکی به وجود آمد، چونکه تاجیکان و دیگر خلقهای فارسی گوی هرچند شریعت اسلامی را همچون آیین زندگی خود قبول کردند، ولی مخصوصیت فرهنگی و مشخصات قومی خود را نگاه داشتند. این است که زبان ناب تاجیکی زبانی رسمی دربار نخستین دولت متمرکز خلق تاجیک سامانیان و چندین دولت داری های بعدی نگردیده در طول تاریخ موقع خود را استوار نگاه داشت. امام اعظم از تمدن گذشتگان خود آگاهی کامل داشت و به ارزش‌های آن احترام می‌گذاشت. توجه او به احیا و ترغیب ارزش‌ها و سنت‌های دولتداری، آزادی‌های سیاسی، موقع و مرتبه پیدا کردن تمام خلق‌های مسلمان خلافت نشان دهنده پیوند قوی امام اعظم با تمدن و فرهنگ خلق خود بود. فقه امام ابو حنیفه همچنین برای رشد تمدن خلق تاجیک، رواج فرهنگ و علم و ادبیات عالم شمول آن در عصرهای من بعد زمینه مستحکم حقوقی و دینی گردید. یکی از برتریت‌های فقه حنفی در آن است که آن بیشتر به اصول عقلی تکیه می‌کند. تحصیل امام اعظم با علم کلام آغاز گردیده است و دانشی در این علم اندوختش نیروی فکری و اندیشه او را بسیار تقویت بخشیده است. این است که امام ابو حنیفه همیشه از اصول عقلی و سه استفاده کرده آن را تدریجاً خیلی تکمیل داده است. او در علم فقه قاعده های را مرتب ساخت که در اساس آنها فقه اسلامی به حیات مسلمانان وارد گردید. قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان و عرف اصلهای فقه امام اعظم می باشند. اجماع که قرار یک جایه علمای دینی در مسائل فقهی بوده، علما آن را حجت قرار داده اند، پس از کتاب خدای تعالی و سنت پیامبر اکرم یکی از اصلهای فقه امام اعظم می باشد. در اثرهای تاریخی گفته‌های معروف زیرین از ابو حنیفه روایت شده است. من از روی کتاب خدا کار می گیرم، چون آن را پیدا نکردم سنت پیامبر خدا را به کار می برم و چون نه کتاب خدا را پیدا کردم و نه سنت پیامبر خدا را، قول یاران او را به کار می گیرم. یعنی امام اعظم با پیروی از صحابگان قول آنها را به کار می برد. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. ابو حنیفه عرف را یکی از اصلهای فقهی می دانست و هنگامی که از کتاب، سنت، اجماع، قیاس و استحسان دلیل یا حجت پیدا نمی کرد، به عرف روی آورده آن را استفاده می کرد. عرف را ابو حنیفه و یارانش حجت می دانستند. دلیل شرعی امام اعظم در اعتراف عرف آن بود که عبدالله ابن مسعود
حدیثی را به مضمون ذیل روایت کرده است: چیزی را که مسلمانان نیک دیدند آن نزد خدا هم نیک است. مسلم است که امام اعظم در توضیح فقه از رسم و آیین‌های سرزمین اجدادی خود بیشتر استفاده کرده است، نه از قانون‌های ریمی چنان که بعضی شرقشناسان ادعا دارند. زیرا طوری که از معلومات منبع‌های تاریخی برمی آید، در آن روزگار امکانیت انتشار و دسترسی اثرهای حقوقشناسان ریمی در قلمرو خلافت خیلی محدود بوده است. از این لحاظ در فقه امام اعظم تأثیر فرهنگ حقوقی اجدادی او که نظام گسترده دولتداری و حقوقی قدیمه داشتند بر اعلا تجسم یافته است. بخش معاملات قسم ترکیبی فقه امام اعظم می باشد که به مسائل دنیوی و اموالی تعلق دارد. تا زمان او احکام مربوط به معاملات در سطح ابتدایی قرار داشتند. امام ابو حنیفه در اسلام اولین فردی است که قاعده های معاملات را گروه بندی کرده طرز درستی استفاده آنها را پیشنهاد نموده است. حتی معیارهای حقوقی اسلام را که برای تنظیم مناسبت‌های اهل غیر مسلمان روانه شده بودند، امام ابو حنیفه طرز جایز می‌دانست که تحمل پذیر باشند و سبکی آورند. چنانچه او اهل غیر مسلمان را در تجارت مانند مسلمانان آزاد قرار داده است. گفته‌های بالا شهادت روشنی آنند که مذهب حنفی دارای غایه‌های تحمل پذیری و مدارا بوده، از نظر عمل نیز سهل است. در قرآن مجید آمده است که خداوند بر بندگانش آسانی را می خواهد، نه سختی را. رسول اکرم نیز می گوید که من برای شما یک شریعت آسان و نرم آوردم. چنان که می بینیم فقه حنفی با این فرموده های خدا و رسول اکرم کاملا مطابق می باشد. این امر مسلم و قطعی است که اگر فرد یگانگی خدا و پیغمبران او را قبول کرده، آن را با قلب و زبان خود اعتراف نماید، طبق حکم قرآن مجید مسلمان است. در همین اساس امام ابو حنیفه حتی پیروان دیگر فرقه های تندرو دینی را کافر نمی خواند. لیکن در زمان زندگی امام اعظم بعضی ظاهربینان برای خردترین اشتباه فتوای کفر صادر می کردند و من بعد به سبب پیدایش گروه و فرقه های مختلف سیلاب از فتوای کفر جاری شد. هر فرقه و گروه حریفش را به کفر حکم می کرد، ولی ابو حنیفه در جواب این فتنه جهانی اسلام با صدای بلند می گفت: ما یگان نفری از اهل قبله را کافر نمی خوانیم. یعنی اهل قبله همه مؤمن هستند. متاسفانه من بعد نیز این فرموده بسیار ارزشمندی امام اعظم چندان به اعتبار گرفته نمی شد، وگرنه ما شاهدی از طرف بعض فقیهان کافر خواندن بزرگترین دانشمندان همچون شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، حجت الحق ناصری خسرو، حکیم عمر خیام، شیخ محی الدین عربی، شیخ عبدالقادر گیلانی، شاعران معروف بدرالدین هلالی، کمال الدین بینایی و دیگران نمی شدیم. امروزها نیز این عمل ادامه دارد
و در موعظه های بعضی ملاهای ظاهربین ما صدای به کفر حکم کردنی مسلمانان و حتی کافر اعلام کردنی یکدیگر بلند می شود که چنین رفتار کاملا خلاف مذهب امام اعظم می باشد. نظری واقع بینانه به ماهیت مذهب ابو حنیفه نشان می دهد که آن دارای گنجینه غنی علمی و فکری بوده به جهان و انسان نگاهی کامل دارد و می تواند پاسخگوی بسیار نیازهای اساسی امروز و فردای پیروانش باشد، زیرا ارزش‌های اصلی آن به حقوق انسانی، عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه و دعوت به سازش و مدارا، دوری از خشونت، تحملگرایی و امثال این تکیه می کنند. به نظر ما سر بزرگی و به یکی از مذهب‌های بانفوذترین دین مبین اسلام تبدیل یافتن مذهب امام اعظم در مقررات زیرین تعلیمات این ابرمرد محفوظ است. یکم، از قرآن و احادیث مطابق به دور و زمان، شرایط تاریخی و منفعت عموم معنی برداری کردن. دوم، اعتراف کردن عقل و خرد همچون اساس حل مسئله های نوی اجتماعی. سیوم، توجه ظاهر نمودن به عرف و تعامل مردم در صورت به احکام اسلامی مخالف نبودن آنها و منبع فقهی قرار دادن آنها. چهارم، باز ماندن دروازه مذهب خیش برای دستاوردها و ارزش‌های آینده انسانی. حقوق و آزادی‌های دینی از جمله ارزش‌های بزرگ و عالی جامعه متمدن بشری می باشد. در رابطه با این باری دیگر می خواهم تأکید نمایم که کنستیتوسیون دولت صاحب استقلال تاجیکستان حقوق و آزادی‌های دینی انسان را تأمین و حفظ نموده، تطبیق سیاست یگانه دولتی را در ساحه آزادی وجدان و اعتقاد دینی کفالت می دهد. امروز در اساس این مقررات کنستیتوسیونی شهروندان کشور ما نیازهای اعتقادی خود را آزادانه و اختیاری عملی می گردانند. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عاید به دین و تشکیلات‌های دینی برای شهروندان تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آورده است تا که آنها از حقوق و آزادی‌های خود به هیچ گونه ممانعت و مشکلات استفاده برند. در جامعه امروزه ما دایر به مسائل دینی از لحاظ زمینه حقوقی و قانونگذاری یگان مشکل جدی وجود ندارد. در عین زمان در سراسر کشور یک نوع وسعت یافتنی روندهای خودشناسی دینی بیش از پیش رو به افزایش نهادن توجه هم نهادها و سازمانهای مختلف داخلی و خارجی و هم شهروندان علاهیده مملکت، عموماً کل جامعه به مسئله های دینی و اعتقادات دینی بر اعلا مشاهده می گردد. در این روند کار به جایی رسیده است که گسترش شعور دینی بعضی گروه ها برای جامعه ما جنبه های غیر مقبول پیدا کرده به جریان تحکیم وحدت ملی تأثیر منفی می رساند. در چنین شرایط ضرور است که آموزش همه‌جانبه دین به خصوص تعلیمات امام اعظم و فلسفه آن
موردی توجهی مخصوص قرار داده شود. عالمان و متخصصان باید پهلوهای مختلف این مسئله را مورد تحلیل عمیق قرار دهند. در برابر این ارزش‌های دینی با شکل‌های به ملت ما خاص باید در همبستگی با فرهنگ ملی همچون یک قسم ترکیبی آن ارزیابی کرده شود. زیرا یک طرفه بها دادن به چنین مسئله نازک می تواند به عاقبت‌های ناگوار آورده رساند. از این لحاظ هنگام آموزش و احیای ارزش‌های دینی ضرور است که به جوهر تعلیمات مذهب امام اعظم دقت داده شود. جامعه انسانی دائما در انکشاف بوده، زندگی تغییر پذیر است و این روندها رشد و تکامل دائمی و مطابق گردانی ارزش‌های عالی را به حیات امروزه طلب می نمایند. زیرا سالهای آخر بعضی مرکزهای اسلام شناسی غربی هنگام ارزیابی تعلیمات تابناک اسلام و ارزش‌های آن در بعضی موردها از واقعیت دور می روند. آنها اسلام را گاها همچون یک جریان صرف سیاسی و حتی خرابکار و گاهی چون یک مکتب معنوی خشک و خالی با مراسم‌های حتمی طاقت فرسا معرفی می کنند. در رابطه با این من بارها از منبرهای سازمان‌های با نفوذ بین المللی عقیده خود را بیان کردم و حالا بار دیگر تأکید می سازم که دین اسلام در ذات خود یگان عیب ندارد و به سرچشمه خشونت نسبت دادن آن کلاً بی‌پایه است. زیرا اسلام همچون فرهنگی والای انسانی و منبع بزرگی اخلاقی خشونت و زوراوری را با تمام شکل‌های ظهورات آنها محکوم می کند. با مقصد براه ماندن آموزش و تحقیق واقع بینانه، تحلیل عمیق علمی تاریخ دین مبین اسلام و نقش و مقام آن در جهان معاصر، در کشورمان مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. مشخص نمودن موقع و نقش دین اسلام در جهان معاصر، تأثیر عامل اسلامی به مناسبت‌های بین المللی، رابطه میراث اسلامی با فرهنگ و تمدن ملی، بررسی علمی و ابجکتیوی رویه‌های دینی، نقش مفکوروی آنها در جامعه اسلامی، مکالمه و تأثیر متقابل بین دینها و تمدنها در شرایط جهانی شوی از وظیفه‌های اولین درجه می باشند که در نزد این مرکز گذاشته شدند. شما گفتاری 32 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.